اونال مربی اونال جان رسیدیم. ما کجا؟ با بایبورد نرسیدیم. بایبورد میگوید با خدا که سردارم عقلشو گم کرده است، دیوانه شده است. خیر شما او رو گرفته برید، من با امنیت میروم، کارم بسیار زیاد است. بعد او رو من رفته نصیب خبر میگیرم. اگه اونت با بایبورد نرسیدیم خدا خواهد بعد دو ایستگاه میرسیم. تمام؟ جناب راننده بعد دو ایستگاه در بایبورد نگاه داریم. روید. سردارم با راننده گوید او شما رو میفرارد. انشالله که بلای نماشیشو نمیکفه. سردارم این خدر مشکل بوده است. ایستگاهی بایبورد. با بایبورد رسیدیم. چقدر لباسای زیبا پوشوندن مرا، چقدر زیبا. آنها را فریب کردم، از اینجا گریختم خیلی آسان است. کالتا کیله است، منتظرم شب می آیم. زهرا، این خوابی دیدت حالا هم در فکرم است. غیر از این من با توتیت باور نکردم. بین حالا هم نگفتی که این کریم کی است. جانی شیرینی من با من رشک میبرد. زیا همه مشتری هایم رو بیزن بیرون ولی با من رشک کن. سفسته نگو زهرا، چرا رشک میکردم من؟ چی؟ دیشب قریب مرا میکشتی. تو با من رشک نداری، با میلیس رشک داری. میلیس بس از کدام میلیس رو از اینجا با پایان تیله دادی، افتید شکایت میکرد، در محبس پوسیده میرفتی. غیر از این دختر تو با او چیکار داری آخه؟ چی میخوای از اون؟ رهایش کن دیگر آخه. تو میلیس رو پشتیبانی میکنی. آشنا از نزد تریزه دور است، وگرنه مثل که میلیس رو پرتاف تو هم پرواز میکنی. نه جانم، تو چرا میگویی؟ من چرا میلیس رو پشتیبانی میکردم؟ من خیلی نیست، پشتی نمیگیرم. خب بیا جنم قهوه اترانش. تو را با اندازه چشم دوست می‌دارم. میدانی چرا؟ با آن خاطری که چشم خورد است، ولی میتوان با آن دنیا را دید. بانو فهمیده که من تو را با اندازه دنیا دوست می‌دارم. آیا بانو؟ و دردی عشق من دعوا توی بانو دلی من را کند آرام روی بانو، بوی بانو در این عالم همه دختر کند شوهر شود کنعانی دیوانه شوی بانو. اکه کنم عیب نیست مگر شعری نوشته ما رو با معلمه بانو شما خونده ایستادید؟ تو چی میگویی؟ شعری عاشقی برای عشق است، با تو چی لازم؟ راست گفتی اکه، ولی عاشقی را نمیفهمد. عاشقی برای من و همسرم میزیبد. این رو گم شب گوسفند، مگر همسری تو را ترک نکرده بود؟ علمو ما پیدار کردی اکه. خانم بانو؟ جناب کنعان؟ نمیدانستم که شما رقص رو دوست میدارید. دوست میدارم، اما برای چنین چرابینی ها رفتن نفری همراه داشتن در کار است. همراه گفتید؟ مالش من باید به درس درایم. روزتون بخیر. درس های خوب. اینجا بیاید. لابایشی مرا گوش کنید. پاگل آزمونی رقص برگزار میکنیم، همه چیز رو آماده کنید. چه آزمونی رقص؟ این رقصش از کجا بر اومد بود؟ با تو چی گوسفند؟ گفتم را کنید. شوکت
امروز من بسیار خوشحال هستم. یک قهوه خوب بیار میلش. دم برایت قهوه آماده میکنم که نوشیده میموری. سنم بگو تماشا میروه. خیلی که من خواهش ندارم. بله کنعان دیوانه، حیات زیبای تو امروز سری فرزند میرود با نوشیدن یعنی انشاءالله امروز این را می نوشی حیات شوکت زیبا می شود. کسی که بانو را از شوکت جدا می کند حالا از مادرش تولد نشده است. بانو و شوکت می یابند برکت. دیوانه بودنم رو باور کردند. از اینجا گریختنم لازم. باید از اینجا گریزم. البته میگریزم. مثل کودکستان است. من کاری میکنم که حتما گریزم. تو همان کمیسری که از قانون میگریزد نیستی مگر؟ تو دامولای دیوانه نیست مگر؟ من دیوانه نیستم. امام حقیقیم. دیوانه انوای ساختکار است. تو گریخته بودی کو؟ بخیر از اینجا چکار میکنی؟ اینجا مهمانخانه است. ها؟ مهمانخانه است؟ واه واه، این هم دیوانه شده است و خدا حیف شد. خدا شفا دهد. مهمانخانه 5 ستاره دار. نجوره بیا. بفرمایید خسته دیرکتور. نباشید جناب کنال. من شنیدم شما آزمون رقص اعلام کرده اید. بله بله. پاگو آزمون رقص دو کسه است. همه اشتراک میکنند. همه. چه استاد باشد چه شاگرد. از هر صنف کمش 3 جو باید اشتراک کنند. همه طرف آمادگی بینید. غیر از این من و خانم بانو اعضای جوری میشویم. در یگان مکانی خوب جای آماده کنید. مصرفش رو غم نخور. خصیصی نکنی باز. خراجاتش از حساب من. گپ نیست آقای کنال. این رحمت کلان اکای مدیر که در شوکت را کشاده. اکای کنان جان بیا بیا. آمدم اکا جان. این را نوشیده راحت که اکا جان. اکای کنان نوش جانت دیدار را به قیامت. ای شوکت لبا یکا تو در اینجا چی انداختی ها؟ با لذت شده است. ماشالله. میدونی که چی انداختم؟ کمتر مرگ موش. این باید میمرد که کمتر پس نامه اعمال محکم میشود. از این دنیا میروی دیوانه. نه آشی جانت شود اکا جان. خدا پیرا مرگت کنه. شوکت چی خیلی این خبر رو آماده کرده ای؟ عجایب شد. نوشی جانت اکا جان. این بدبخت بین مرگ موش معقول شده. بعد 8 دقیقه خدا خواهد جنازت میخوانیم. چی با نمیمره؟ یه مردک بمبور. گوش کن شوکت. لبه اولو حضرت. نمیدانم این رو چی خیلی آماده کرده ای، اما از این پس قهوه ما رو انا همین خیلی آماده کن. عیناً همین خیلی بهترین است. بچت ما رو دیوانه دار این نمورده. همه خیال در قبل هر وقت مرگ موش انداختن گیره ما کرد. نه؟ میتوانی روی شوکت. دستت درد را نبیند. میل شکر. من در آشخانه ایم. یکی مردی زنگ بزن. ما در خدمتیم. چرا نمیمره این؟
خیلی بامزه. تو گفتی با تو سه این کمیسری دیوانه چی فکر دارد؟ عجبا. تو کپا نمیفهمی دیوانه. شاهم با من نگاه کن. نه شاهم 2 دقیقه ایست فهمیدم. یا خدایا توبه کردم. تو با کجا نگاه داری؟ تو چی نقشه داری؟ کنی با من بگو؟ با من بگو تو با کجا نگاه داری؟ شد 10 جمعی چند برابر 21 میشد فهمیدی؟ تمام تو متی بود ای با کجا میگونی زدو؟ بین من و آزادی تنها این در است. اول از این لباس باید خلاص شوم. در پدری فروشنده نلت این مرگ موش سراغش گذشتگی بود چی؟ این برای چی نمود؟ هیچ خیلی مرگی موشه آدم ها نمیکشه؟ انشالله زهرالود نمیشم. این کاکاو ایکو؟ این موشها رو با کاکاو میکشم. شوکت ها؟ شوکت برای من یک خودداگ آماده کن. برادر اینجا بیا چی پرسون تا؟ همین موشها رو با کاکاو میکشم؟ چی علاقه دارد؟ خلطه مرگ موش چشم ازش کاکاو ای رو دف شوکت من انداختم. چی رو انداختی؟ ابله در خلطه زهری موش کاکاو رو من انداختم. چی؟ ابله کنعان رو زهرالود کردن میخواستی یا آن ایسا رو تا برد؟ فو این روی تو باری رفیق سیاه، این روی تو باری رفیق نامرد سیاه. در 40 سال یک بار گفتم آدم بکشیم، در 40 سال گفتم یک بار آدم بکشیم، تو بدبخت باشی همه ای کار رو محض سفسته نگو خودداگ را بیده. ای برای گم شوی پیشم، یکم خدا پخداگ نیست، دف شوی پیشم گم شو. یا خدایا کارش رو ببین برویم کاکاو پاشیدی یا چطا. ای همین کاکاو زهری بدن چه برای گم شوی پیشم. با یکم قرار آمدی. وقتی زیاد نداری منتظر نمیشوم. ما در اینجا صورتای رقص رو میچسبونیم، در اونجا همراه من کی میرقصد؟ همراه ندارم گفته چی قدر گپ میزنی؟ ای بدبخت گویا که همراه تو یگم کس میرقصد. من هم ندارم ولی احتمال است که پیدا کنم. منم تا این وقت تخمین کرده بودم که یگم کس همراه من میرقصد. تخمین کردی چی شد؟ ترکت رو؟ این منم این تو. ای کوبته ورقه شاید اینجا. خیر بچه ها اینجا چی گپ است؟ اکا کنان آزمون رقص برپا میکند. آزمونی رقص گفتی؟ ها رقصی تو کسا. یعنی چی خیر؟ استاد شما با کی رقص میکرده باشید؟ عجبا با کی میرقصیده باشد؟ با اپای زهرا یا با اپای ملیس؟ اگر استاد با زهرا برقصد معلوم میشود که او را دوست میدارد.